در سفر کدام از اینها را خوردن جایز است؟ در ضروری گوشت خوب، حق یتیم، حق دولت. در ضروری کدام از اینها را خوردن جایز؟ یکم گوشت خوب، دوم حق یتیم، سوم حق دولت. در ضروری خداوند در سوره بقره به ما و شما خبر می‌دهد: استعیذ بالله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. وقتی اگر ضرورت شدید، وقتی شما در بیابان‌ها که ماندید، خداوند رخصت می‌دهد که برای شما حرام کرده ها همه مباح می‌گردند. هر چیزی که باشد، چه گوشت خوک است، چه عرق است، چه حق یتیم است، چه حق دولت است، هر چیزی که ضرورت در بیابان شما ماندین، از این حقها اگر استفاده بریم برای آنکه یعنی تلف نفس نشود، شما هلاک نشوید، خداوند برای شما رخصت میدهد در ضرورت از اینها استفاده بردن. لیکن شاید اینجا بعضی برادرها در اطراف حق دولت هم به ما گفتن که همینش آسانتر و همینش سبکتر است که در ضرورت از گوشت خوک دیده و گوشت از حق یتیم دیده این خورد. لیکن همین عقیده را باید ما و شما دور کنیم. حق دولت خوردن هم این جنایت است. این دولت هم دوست داشتن برای هر یک آدم ایماندار لازم است که دولت خودش دوست دارد. ما باید دولت تاجیکان دوست داریم. وقتی حق ای را میخوریم، وقتی عمارت ها در سومهای کرایی میکنیم تله و تاراج میکنیم، وقتی یک سرور دولت آبادی خواهد ما ویرانی خواهیم، این چی میشود؟ پیغمبر خدا میگوید مسجدهاتون شما به آرایش آباد کنید، لیکن شهرهاتون با شکوه کنید، یعنی شهرهاتون آباد کنید. امروز ما الحمدلله که در همون آبادی قرار داریم. امروز آبادی رفته ایستاده است. اگر ما همین آبادی ها را حقش اگر غارت کردن گیریم، آیا اینش برای ما و شما حلال میشد؟ حق دولت هم همین حق ما و شما هست. برای همین البته ما و شما باید غمخوار دولت باشیم.